رسید. همچنین مواضع اشغالگران را در جنوب نوار نزدیک کمربند گلوله باران کرد. یک نظامی صهیونیست نیز در منطقه جبالی‌ها در شمال نوار نزدیک هدف گلوله قرار گرفت. یمنی‌ها هم با موشک بالستیک به قلب تل‌آویو زدند. ساعت قبل حمله موشکی یمن به تل‌آویو موجب توقف فعالیت فرودگاه بین‌المللی بن‌گوریون شد و هواپیماهایی که به مقصد این فرودگاه در حرکت بودند سرگردان ماندند. خبرها از به صدا درآمدن